いいじゃんちょっとぐらいさ。うちどこ？そいつを持って逃げて。了解。おいتوی این دنیا یه سری چیزا وجود دارن که خیلی خفن و باحالن و در نقطه مقابل اون چیزای خفن و باحال یه سری چیزای فاجعه و افتضاح وجود داره و خب ویدئوی امروز در رابطه با همین نقطه مقابل هستش. یعنی چند تا اثر که اگر بخوام خیلی به زبون ساده بگم، اگر یبوست داشته باشید بدن شدنشون قطعا 100% تضمینی خوب میشه. من تضمین میدم. اگرم نداشته باشید اسهال میشید. و اینم قبل از شروع بگم که اثرها کاملا به ترتیب هستن و مطمئن باشید که بر اساس سلیقه من ترتیب بندی نشدن. بر اساس نمره سایت مای انیملیست اینا طبقه بندی شدن. نینجا کالکشن نمرش 3.83. حالا شاید بگید اوه چقدر کمه، تازه این بالان در مقایسه با چیزایی که بعدش قرار معرفی کنم. حالا در مورد چیه؟ باور کنید دیدن این اثری که من بخوام معرفی کنم واقعا شکنجه است. من چند دقیقه‌شو دیدم ترسناکه. خب یعنی ترسناک نیست ولی مثلا قرار بوده ترسناک باشه. بعد حالا سبک ساختش هم یه جوریه که انگار مثلا معلم مشق داده به دانش آموزای راهنمایی، گفته برید انیمه بسازید. اونا به عنوان مشق این انیمه رو ساختن. چون قشنگ انگار اینا چند تا بچه مثلا 14 15 ساله ساختنش. جیبی یاته. این یکی هم مثل قبلی نمرش 0.83 و خب همه چیز ظاهرا عادیه، گرافیک انیمه همه چیز عادیه. پس مشکلش چیه؟ داستان پردازیش خیلی عجق و عجقه. انگار مثلا نویسنده وقتی که مست بوده برداشته چیز داستان رو نوشته. ولی خب این بزرگترین مشکلش چیه؟ بذارید اینطوری بگم که من 2 دقیقه‌شو نگاه کردم سردرد گرفتم. نمیدونم چرا، واقعا یه جوی داره انیمش، نمیدونم چرا نگاه میکنی سردرد میگیری، خیلی جو بدی داره. حالا مطمئنم که این که میگم سردرد گرفتم شما الان درست نمیتونید درکش کنید تا وقتی که خوبتون برید نگاه کنید سردرد بگیرید باش. واندر مومو 3.54 نمرش. داستان این یکی در مورد چیه؟ بذارید اینجور بگم که من یه دقیقه شک کردم بیدارم یا خوابم. آخه معمولا دیدین دیگه آدم تو خواب هزیون زیاد میبینه. یا مثلا چطور بگم، بذارید یه داستان که شما توی خواب میبینید تعریف کنم. فرض کنید که شما یک خرس قطبی هستید که دارید دنبال کرانچی میگردید. بعد یهو بتمن میاد و میگه که بیاید بریم با هم قرار بزنیم. شما میگی نه خیر من میخوام با سوپرمن برم بیرون. بعد یهو مرد عنکبوتی به دستتون رو میگیره با هم برین سر قرار. انیمش این شکلیه. حالا بذارید توضیح بدم در مورد چیه داستانش. یه دخترم خیلی معمولی میخواد آیدول بشه. آیدول هم مدل و خواننده و اینا رو میگه و هم کلاسش هم تشویقش میکنه ای بعد یهو چند تا از مخوفترین و خطرناکترین موجودات جهان، یعنی خطری ترین ویلنای جهان یهو میریزن تو مدرسه. اوه اینا خیلی خطریه. تانوس توی انتقام زیان بود و گفته که من از هیچ کس نمیترسم، ولی این لعنتی ها منو میترسونن. Those bastards scare me. من میخوام این دختره رو بگیرم، نمیدونم چرا واقعا. بعد دخترم فرار میکنه. بعد اینجوری میگه ای بابا چی میشه، منم ابرقهرمان چیزی بودم. یو لباسش عوض میشه تبدیل به ابرقهرمان میشه. بعد میره اون آدم بد خطریا که تانوس ازشون میترسه رو شکست میده. هانوکا این یکی 3.53 فقط یه صدم از اون قبلی کمتر نمرش. یادتونه اون انیمه اولیه که معرفی کردم گفتم انگار مثلا بچه 14 15 ساله ساخته، این یکی انگار مثلا بچه 6 7 ساله ساخته. من یه خواهرزاده دارم به نقاشی کنه، از این نقاشی این انیمه قشنگتر نقاشی میکنه. بعد فقط گرافیکش افتضاح نیست، انیمیتش هم داغونه. بعد فقط گرافیک و انیمیتش هم داغونه نیست، داستانش هم داغونه، اصلا همه چیش داغونه. پوپا 3.37. این یکی هم مثلا قرار بوده ترسناک باشه و ترسناک دیگه. من اصلا نگاش کردم شب خوابم نبرد، اصلا شب خودم رو خیس کردم. نه جدا میگم، مدیون اگه فکر کنید دارم شوخی میکنم. دوباره این یکی هم مثل قبل داستانش خیلی بی سر و تهه، انگار مثلا تو خواب دارین داستان میبینید یا مثلا نویسنده وقتی مستی نشه چیزی بوده اومده چیز سناریو نوشته. فارست فیری 5 FFF 3.34. این یکی اصلا به نظر من انیمه نی، اصلا انیمیشن هم نی، اصلا معلوم چیه. جدا میگم اصلا معلوم چیه، در مورد چیه این یکی. هیچ چند تا شخصیت سه‌بعدی که اصلا
گرافیکش هیچ ربطی به انیمه نداره طراحی کردن، بعد همین فقط یکی مقدارش محاسبه میکنه اینا حرف میزنن. بعد الان ببینید این نمرش 3.34 میتونست 5 یا 6 باشه ولی نیست. چرا؟ دوبلش افتضاح ترین دوبله که شما میتونید بشنوید. یعنی اگر دوبله اینو بشنوید از گوشاتون خون که هیچی، گوشاتون اسهال میشه، از گوشاتون ان میزنه بیرون. اگه یه ساعت برید آپارات سرچ کنید دوبله انیمه از خودم، یه سری اثرای فاخر و گوش نواز براتون میاره که دوبله این تو همون مایه‌ها نگاه مثلا چند تا مثلا دختر بچه 13-14 ساله اومدن دوبلش کردن، ولی دوبل آپاراتیا از این 100 برابر بهتره. Lady Sports. Oh wow. English. Lady Sports البته اینجا نوشته ولی خب Lady Sports هستش. 33 نمره جالبیه. این یکی هم اصلا انیمه نیست. میدونید در مورد چیه؟ فقط عکسه. بعد مثلا رو عکس صدا گذاشتم. چند تا صدا پیشونه بدن رو عکس همین فقط حرف میزنن. هیچ متحرک یعنی متحرک سازی هست. خب یه عکسه، یه بنده خدایی اون پایین چیزی میاد فقط دهنش تکون میخوره. کل انیمیت این به اصطلاح انیمه فقط تکون خوردن دهن شخصیتون که اونم اون گوشه پایینه، در واقع فقط عکسه رو صدا گذاشتن. و اما آخرین لیست که خب در واقع دومین انیمه بد انیمه لیست، یکی هم بعد این هم که اون دیگه واقعا هیچ جوره من نمیدونم چرا اصلا تو لیست انیمه نیست، انیمیشن 3 بعدیه. حالا من اونم براتون میذارم ولی خب توضیح در موردش نمیدم چون که ببخشید من دکم چیزا گوشادم حال نداشتم برام کنم. آره دیگه این فقط اسمشو میذارم شما خواستین تو یوتیوب سرچ کنید ببینید چیه. حالا بگذریم آخرین انیمه منظورم شاهکار لیست ما ایکس آرم هستش با نمره افسانه‌ای 2.97. و خب در مورد چیه؟ بذارید اینطور بگم که نویسنده، کارگردان، طراح، انیمیتور، هر کوفت و زرمانی که تو استودیو کوفتی کار میکنن قبل از ورود به استودیو یه رول گل میزنن توی قول، نمیدونم قول یعنی چی ولی هم قافیه بود، بعد که نشه شدن یکم گیج و میت شدن بعد میرن وارد استودیو میشن تا انیمه رو بسازن. و یه تیکش بود خیلی جالب بود برام. بذارید اول فرق 3 بعدی و 2 بعدی بهتون توضیح بدم. 2 بعدی چند تا نقاشی عکس میذارن پشت سر هم، یه حالت استاپ موشن داره، چند تا عکس میذارن پشت سر هم متحرک سازی میشه. 3 بعدی تو مثلا انیمیشن و بازی کامپیوتری ایناست، یه شخصیت طراحی میکنن بعد یه آدم این لباس هست که سیاه لباسشون بعد توپی سفید داره، از اون لباسا میپوشن بعد حرکات اینا حرکات شخصیت میشه. اون 3 بعدی. طراحی شخصیت 3 بعدی وقت میبره. خب بعد یه داداش شخصیت اصلی هست، خب چون نقشش کوتاه بود حال نداشتن 3 بعدی طراحیش کنن، 2 بعدی چیزش میکنن، یعنی 2 بعدی کنار 3 بعدی. خیلی صحنه مریضیه. من همین اول کار بگم که اگر داستانی اشتباه گفتم یا اگر توضیح خلاصه بود، اگر کامل نتونستم توضیح بدم ببخشید، به خدا اینا رو نمیشد نگاه کرد، خیلی افتضاح بودن. ولی من باز زور زدم از هر کدوم حداقل 1-2 دقیقه 2-3 دقیقه نگاه کنم که شکنجه بود به خدا. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید. اگر لایک کنید مولکولایت قلبم گلوبولی میشن، اگر کامنت بذارید گلوبولی تر میشن، اگرم سابسکرایب کنید که دیگه اصلا جون.